زد و خوردهای وزنین در قسمت شرقی اوکراین ادامه دارد. شب گذشته روسیه شهر بندری ادسا را موشکباران کرده حمله به ازوفستال، کارخانه تولید پولاد شهر ماریوپول را توسعه بخشید. طبق گزارش‌های رسیده اکثر افراد ملکی از پناهگاه‌های ازوفستال بیرون شدند، ولی هنوز هم کمش 100 شخص ملکی در تاخانه‌های ازوفستال قرار داشتند. تا کنون روسیه به شکست تخمینا 2000 سرباز اوکراینی که در ازوفستال سنگر گرفتند موفق نشده است. اشغال ماریوپول اوکراین را از بندر استراتژیکی محروم کرده برای روسیه راه زمینی رفت و آمد با کریم را که سال 2014 غیر قانونی تصرف کرده بود تأمین می‌کند. صبح 10 می حمله های هوایی روسیه به ولایت‌های شرقی لوهانسک، خارکوف و دنیپر جای داشت. وزارت مدافعه بریتانیا میگوید قضاوت غلط روسیه در مورد اوکراین باعث ناکامی در جبهه شد. به قول وزارت، پوتین نتوانست که روز 9 می در جشن غلبه درباره دستاوردهای ارتش کشورش در اوکراین حسابات دهد. وزیر مدافعه بریتانیا ابراز داشت که تمام افسران حرفه‌ای باید از عملکرد ارتش روسیه ناراحت باشند، زیرا این نیرو در تجاوز غیر شرعی به کشور صاحب استقلال و جنایت‌های حربی دست دارد.